وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داد که روز 7 نوامبر از جمهوری مردمی چین به تاجیکستان همچون کمک بشردوستانه باز 5,000,000 ویای واکسین کرونا وارد کرده می شود. نوروز جعفرов سردار ریاست امنیت سانیتاری و اپیدمیولوژی حالتهای فوق‌العاده و کمک فوری طبی وزارت تندرستی به خبرگزاری خبر گفت در مجموع تاجیکستان تا امروز در چارچوب برنامه جهانی تندرستی عادلانه همه کشورها به واکسین ضد کرونا ویروس کوواکس و همچنین از حساب کشورهای علاهده 5,186,800 ویای واکسین ضد کرونا ویروس وارد کرده شده است. بیش از 2 میلیون ویای از این واکسینه ها را به تاجیکستان خطای و 1.5 میلیونش را امریکا داده است. با گفته او حالا شهروندان تاجیکستان می توانند با استفاده از استرازنیکای استحصال اروپا، کروناواک چین، مدرن و فایزر ایالات متحده امریکا و سپوتنیک وی روسیه از کرونا ویروس واکسینه بگیرند. بنا به آمار رسمی وزارت تندرستی تا 3 نوامبر در جمهوری تاجیکستان 2,777,812 نفر یعنی 46.5% شهروندان مملکت بر ضد بیماری کرونا ویروس کووید 19 واکسیناسیون کرده شدند. ویای دوم واکسینه را تا سانحه ذکر گردیده 2,155,634 نفر شهروندان قبول نمودند که 37% را تشکیل می‌دهد. این وزارت از 13 سپتامبر به این طرف در طول قریب 2 ماه اخیر همگی 2 حالت نوی سرایت کرونا ویروس را تصدیق کرده است و خلاص. این در حالی است که جمع گرفتاران این ویروس در سراسر جهان از 248 میلیون گذشته، شماره قربانی مرز 5 میلیون نفر را عبور کرد. وضعیت بخصوص در روسیه که صدها هزار نفر از مهاجران تاجیک در آنجا کار و زندگی میکنند سخت تشویش آور است. روز 3 نوامبر در این کشور باز نزدیک 40,000 مورد سرایت به کرونا ویروس و مرگ باز 1,195 نفر از این ویروس ثبت شده است. طبیعی است که یک بخش گرفتاران و قربانیان کرونا ویروس را در روسیه مهاجران تشکیل میدهند و ناظران امور در تشویشند که با بازگشت مهاجران کاری از روسیه که موسم بازگشت آنها در همین شب و روز در حال اوج گرفتن است، تاجیکستان میتواند به موج نوبتی کرونا ویروس دچار شود.